این شکننده که امروز سرش بحث میکنیم سومین شکننده از شکننده های ایمان. یعنی ما شما نواقض اسلام در درس‌های قبلی حساب کرده بودیم. اول شرک بود، دوم واسطه قرار دادن بین خالق و مخلوق بود. سومیش چی هست؟ سومیش کسی که قانون، هدایت و دستور غیر الله را نسبت به قانون الهی برتریت دهد. این عنوان است. یعنی سومین چیزی که ایمان انسان را مشکنانه و انسان از دایره ایمان خارج میکنه و چی است؟ کسی که قانون، هدایت و دستور غیر الله را نسبت به قانون الهی برتریت بده. این چی معنا میده؟ معنا از چی هست؟ ببینین وقتی که ما کلمه طیبه را میخوانیم، در کلمه طیبه لا اله الا الله، اینجا اله کی هست که او را باید نفی کنیم؟ لا اله نیست هیچ کسی که ذاتش عبادت شوه و قانونش تطبیق شوه. ببین اینجا گفتن نیست هیچ کسی، پس هیچ کس مستحق عبادت نیست و هیچ کس این حق نداره که برای ما قانون بسازه، حلال معلوم کنه که چی حلال است، چی حرام است، چی جایز است، چی ناجایز است، چی خوب است، چی بد. حق الله است، قانونش الله تعیین میکنه. کسی دیگه پیغمبر تبلیغ میکنه این قانونه، علما آنچه که الله قانون الله هست او را تشریح میکنن، توضیح میکنن، اما خودشان از خود چیز ساخته نمیتونن.